14 سپتامبر در کاخ باربد در حوشه‌ی واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برنامه مشترک کنسرتی شام دوستی برگزار گردید. در برنامه فرهنگی شام دوستی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیوف، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف اشتراک نمودند. اهل فرهنگ و صنعت کشورهای آسیای مرکزی برنامه مشترک با شکوه و پرمحتوای فراگیر عنعنه‌های دیرینه ملی و همجواری و روابط حسنه دولت‌ها را در برآمدهای خود به طور شایسته ترنم و پیشنهاد اشتراکچیان چاره‌بینی کردند. مردمان دولت‌های آسیای مرکزی را مشترکات تاریخی و فرهنگی، رشته‌های عنعنوی دوستی، همسایگی نیک، درک عمومیت و همپیمانی با یکدیگر می‌پیوندد و این دولت‌ها به رشد همکاری در همه ساحه‌ها از جمله فرهنگ و صنعت توجه و هوسمندی زیاد دارند. در همین زمینه پایداری مکالمه با اعتماد و رشد و تحکیم مناسبت‌های دوجانبه باثبات و درازمدت بین دولت‌های آسیای مرکزی در همه سمت‌ها یکی از اولویت‌ها در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد. ملاقات و مذاکرات سطحی عالی راهبران دولت‌های آسیای مرکزی در دوشنبه با تحکیم روند رشد همکاری منطقوی و پایداری امنیت و ثبات در منطقه مساعدت می‌کند. برنامه مشترک رنگین کنسرتی تحت عنوان شام دوستی که انعکاسگر عنعنه‌های دیرینه دوستی و روند همکاری‌های آینده‌دار کشورهای اشتراکچی بود خیلی دلپسند و فرح بخش جریان گرفت و مهمانان عالی مقام با برآمد اهل صنعت و هنر بهای بلند دادند.